گداریا رادیوی ریا تزش مسکوی دکن. سلاف و دمو بخیر گدارین دلال. رادیوی ریا تزه اند کارم ببین تو رو اینترنتی بوی ناونی شانی. مالپر ریا تزه نقطه کم. ایرو شمی سی چلیه. گداریا دنگو بحثت هفتیه که بکن. رفش داوی یا باکوری کردستانی بگور آگاداریان 27 چلای دالی سبی نوچه سوریه آمده شرکی گران نوبر هیزین ترک و شروان کردا درکت هات اشکره کرن کل سوریه قدغه درکتنا در ول شش تاخی دنجی هات راگیاندن و شر و اپراسیون الوان تاخانجی بلاو بیه شالی کدن مدیای ترکیه راگیاند شهر سوریه ده هری که دل اشکرات نکشتن و ششی بریندار بونه نزیکی دو مهان نوچه سوریه آمده قدغه درکتنا در و شر اپراسیون دومه هیزین ترک تانک و توپین گران کتنه ناو باجید و پرانی آبایی و خانیان جبر شهر ویران بونه. نوچه شرناخ یا باکوری کردستانی دو اپراسیونی که هیزین اولایی ترکیه دا سروکی میادر یا شرناخی حالت گونگن و 7 کسندن هاتن گرتن. هیزین اولایی ترکیه الگندی توب تپه یا گریدوی نوچه شرناخ یا باکوری کردستانی اپراسیونک پیکانین. دو اپراسیونی دا سر چند مالان دهات گرتن و ده انجامی دا سروکی میادر یا شرناخی حالت گونگن و 7 کسندن شالی جدرمای ترک و هاتن گرتن. سدما گرتن وان کسان نهاتیه زانین. بگور آژانس آپی به هزاران سیویلین کردش تاق سور یا دیاربکر درون پشتی که کار بدستین ترک قدغه در کتنا کولانان یا 24 ساعت و 5 تاقیدن برفره کرن. بگوری آگاداریان 2000 کس زیده تر سریع ده ترکیدین پشتی که بریار قدغه نوهات راگیاندن. پلیس و لشکرین ترکش دمکه ور و تاق سوری شهر چکدارین پکیکی را دومینن و هفت دن که خندق و باریکادین که هاتن دانین بگرن. جبو دورپیچ و پیوچون الجزیری و دورپیچ السربیستاشت پریداران که آمبولانس جوان را ناچه سی پارلمانتارین هدبه دست به گریوا برچی بونه کرن. هات راگیاندن که پارلمانتارین هدبه ادریس بالوکن، مرال دانش بشتاش و عثمان بیدمیر جبو بریندار الجزیری که اف چند روزن دبن دورپیچ شهر و پیوچونان ده آسیبانه جبو که آمبولانس جبو وان بینشاندن چون وزارت کارین هندر و وان بریار برگرتیه که حتی بریندار الجزیری جبو نخوشخنای نین و گواستن اویدیل اویا وزارت کارین هندر یا ترکیه گریب بدومینن درقا وان برینداران دا جهات آگادار کرن هشمار وان برینداران 28 کس بولی حتی نه 5 کسان جیان خوش دست دانه تنی 23 کس مانه نوان دا روزنامه‌وان او رای درن هدپی جیانه یک جی برینوی پرگرانه سازی نویسکارین جیانی پین دراگیاندنه که خود بانک دولت ترک دکه که زودترین اپراسیون لشکری سرهریم و باجارین کردا باشوری رجلات والد را وستینه و دگل کردان بکوید نو دانستاندن دا. او داخازا پین نمنتوی دوی چاخی دهد دمکو پین کرد سازی نویسکارین کرد یا که اندام او بشکش سازی نویسکارین نمنتوی پین دست بچلاکی آشتیادا کرد باجار دیار بکری آمدی. پینا کرد شمی بوری چلاکی خدا بانک لیز نولکاری و دستلاتدارین دولت ترک دکو اپراسیون سرباجارین کردان راوستینه و دست دیالوگا آشتیه بکه. پینا کرد سروکی پینا نونتوی و شاقین پینا انجیانی ین وکه پینا انگلیس، پینا سلوونی، پینا باسکی، پینا میخیکو، پینا امریکی، چیکاگو، نیویورک و گلک پینندن خوازن شهر ترکیه راوسته هروا کمیتین آشتی، کمیته جنان و کمیته نویسکارین زندانان دا که کمیتین سرکه ین سازی نویسکارین یعنی دستک دانه پیواجی آشتی و چلاکی پینا کرد یارجبو روستاندن آگریسیه کشتن سیویلان زوردستی سرمانین آزاد و روزنامه‌وانان ترکیه. یک شماچوی دیامین کنگری پارتی دموکراتیک یا گلان هدبه دست بکر. کنگری سالن احمد تانر کشلالی یا بجاری انقره ترکیه پیکاد. کنگره دنونرین گلک ولات پارتی و سازین سیاسی و سیویل ین کردستانی و جیانی بشدار بون. جباشوری کردستانی نونرین پدکه ین که گوران و پارتین دن بشدار بونه. ترکیه باکوری کردستانی نونر و رایدرین گلک پارتین سیاسی نونرین سازی سیویل گلک روزنامه‌وان رفشنبیر نویسکار و اندام و آلیگرین هدبه بشدار بونه. هات زانین کشان در روجوای کردستانی سرسینورش آلی ترکیه و هاتیه آستن کرن لما نکوری تب کنگره ببه. جروجلات کردستانی جی حتی نای زانین که کیجان پارتیان سازی هاتبون و خواندن. Evropa u Gioneji nunerin gelek partit mina Partija Çepya Almanya, Partija Sosyalist ya Brazilya, Partija Sosyal Demokrat ya Svedi, Partija Sriza ya Yunanistani, Partija Sosyalist ya Fransa, Partija Akel ya Kıbrısı diplomatin iniziki çil valatin ka baylasxanayin van Türkiye hene tevl kongreye HDP bune. De kongreye da bzmani Kurdi, Türki u İngilizi gotor hatne peşkeş kirin.
ده دور دو ست روزنامه‌وان کنگره دشوپاندن لی پیشی روزنامه‌وان نزدیکی حکومت AKP هاتو بون گرتن و دستور کار بو وان نهات دایید. سیاستمدار کرد و پارلمانتار HDP لیلا زانه بانک PKK و دولت ترکر شهر بدن سکناندن و دست دیالوگی بکن. بیشش چلای باجار استراسبورگی ی فرانسا 12مین کنفرانس کرد دست بکر. پارلمانتار HDP لیلا زانه جی تبلیغ جوینه بو و خفته نکر. لیلا زانه د خفتن خود بحثا شهر و آلوزین با کوری کردستانی کر و گوت او بویارین کل کردستانی دقاومن نل گوری توپیوانین حقوقی مروی و اخلاقینه. زانه بانکش آلین شهر کر شهر بدن سکناندن و دست دیالوگی بکن. پارلمانتر HDP هر وعده خواست کرد که پیشاری بری PKK عبدالله و جلانبی وکرن دا که هفدیتن بیرا دیسا دست بکن و موفین گل کردجی نو دستور نویا ترکیه دا بین زمان و سیاست مدار کرد دیار کرد که اگر دولتک دسپوت و حشک به گویرتن و نرم کرنوی پر زحمته لیلا زنه وادو ماند. جبرویجی از رجای جبراین خواهین باشور و رجوای کردستان دکم که آزادی و دموکراسی شخارا اساس بگرن و نیلن سیستم وان دست بکی دا حشک و دسپوت به. جو بایدن جیگری سروکی آمریکا سردن خواهد دروژدیاش ترکیه استانبولی را گیاند که دموکراسی ترکیهش بو آمریکا گیل گرنگه. دوی سردن دا جو بایدن دواری رامانی آزادی روزنامه‌وانی رخنند اسلادا ترکیه دگره. بایدن استانبولی داخیا کرن. تروریزه کرنا میدیای زندان کرنا روزنامه‌وانان و توانبار کرنا هزاران اکادمیسیانان جبر که کمپانی روستندن شیر و پیوچونان امضا کرنه گرتن وان و ترساندن کارمندان میدیای کارکی نراسته. بایدن هر وعده زانین که چندی دموکراسی ترکیه پیش به افقاس گریدانوی و که هفکار و هفپیمان آمریکا نزدیکتر دبه. در بسیار سیاست در و یکتی اروپای فدریکو موگرینی را گیاند که دوی شهر لباکوری کردستانی و ترکیه واره راوستاندن و داخواست شهر دو آلیان ترکیه و پارتی کارکرین کردستانی PKK کرد که زودترین اپراسیون راوستینن. کمیساری بیفرابون یکتی اروپای جوهانس هانجی دیار کرد که اف آمدن پشگری بدن پیواجوی آشتی ام حاضرن که دستک بدن پیواجوی یا کردی اف یک برجواندیا مدوی جبر که دکاره باندورین آرامی سرهرمی او یکتی اروپا بکه. بایلوزی آمریکایی انقره جون باز سرحساب خواهی تویتر بو هزین ترکیهین نوچه سوری آمده دنجام پیفشونان دهاتیه کشتن پیامک دا و هروا بانک PKK شکر دا که دوش یریشین خواب برده. جون باز دا کفشه که پرس کردی پشار و تندی نوی چاره سر کرن اوش بو 5 کشتین اولهی اجمال بتا وان را سرساخی خواست. باز پیام خدا واگود ام دیسا بانگل PKK دکن که دوش وان یریشین خواهین بیواته بردن پرسگری که چاره سریان نبریا تون و توجیه. دبی رین دیالوگی وارن وکرن ام دخوازن همو کسین آلیگری آشتی پیزا پشگریا ویکی بکن. حتی چویی سردوزگری کمری آمده جبو هفسروکی شردریا مزن یمیردینی احمد ترک 7 سالان هیا 18 سالان جزای گرتنی خواست. سردوزگری کمری آمده در باری سیاستمدار کرد احمد ترک به سبب اندامتی و رخستن و تروریست و پروپاگاندای رخستن و چکداری یا تروریست که دوزنامه شتلچار رو پیلان پکتی آمده کریه. دوزنامه دهاتیه آمجه کرن که ترک چند هفدیتن تلفونی گل کسی نبکه چکی را تکیلدار پیکانیه. هفته بوری سشمی سروک حریم کردستان مسعود بارزانی و پارتین سیاسیین باشور کردستانی را سر 3 مجارین گرنگ و کریتیک جویا 3 مجار اون رفرندوم کریز سرکاتی و کریز آبوری د جوین د نونر و رایدرین 22 پارتی اولین سیاسی بشدار بونه تنی 2 پارتیان گوران و کملا اسلامی کردستانی جوین بارزانی بویکوت کرنه اندام جواتا نشتیمانی یا گوران و پارلمانتار عراقی هوشیار عبدالله و کملا اسلامی کردستانی جی سل جوین بارزانی گوتنه الگوری وان جویناهان جوینه که فرمالی والایه و دی به انجام بهش برویشی اوان تول نابن. هات زانین که سروک حریم کردستان مسعود بارزانی جوینا داوی پارتین سیاسی دال سرکریزین سرکاتی و آبوری هروا رفرندوم سرخابون کردستان گوتیه اگر یک هبه و شو نامه به سروک از بچم عنی شیر و الکلک و پیشمرگه شهری دایشه بکم. سروکی فراکسیون ارمنیان پارلمان کردستان جی دازانین که سروکی حریم کردستان د جوینال گل پارتی و هزین سیاسی دخواست کریه که هر کسی که آمده بکه جبو پیکانین و رفرندوم سرخابون کردستانی.
سروکی فراکسیون ارمنیون پارلمانت کردستانی راگیاند سروکی هریم کردستانی مسعود بارزانی د جوینال گل پارتیالین سیاسی دخواست کرد که بری هلبشارتن آمریکا پیوسته رفرندوم سرخوابون کردستانی و چرانوس هریم کردستانی به پیکانین اجبر که دولت نها یا آمریکا پیوندین باش لگل هریم کردستانی هیه لی ام هلوست دستلات آمریکا یا پشت را به نزانم بیستنه و مهی سیامین جوینا چار سرکن آشتیان یا کریز سوریه لباجار ژنو یا سوئیسرای هاتل دارخستن. اف چند روز بون نوچه و آگاهین درباره و خواندن اف سروکی پیاده صالح مسلم بو جوینا ژنو سیاد دهاتن بلاف کرن. لیهری داوی صالح مسلم راگیاند که اف بو جوینی نهاتیه و خواندن. ترکیب تندیل دجویاکیه که پیاده تول ژنو سسی ببه و راگیاندیه. اگر پیاده بهشدار ببه او ده کنگره بویکوت بکن. دسپیکو هفتیا بوری نونری تایبت یه نتوان یک بوی یه سوری ستیفن ده مستورا گوت دانستاندن سر سوری که درن کتنه داویو هفته دا ده بیستنه مهی دا بینه کرن. ده مستورا دا زانین که دوات نماین دانستاندن بس سشمی هاتن شاندن. حکومتن پشتوانن گروپن اپوزیسیون سوری دسپیکن دانستاندن درن خستن جبر که وان السرنوی بهشدارن هف ندکر. ده مستورا بالکشان که جوات اولکاری یا نتوان یک بوی دایش و نصرا وکری خستن تروریست قبول دکه لما اوی نین وخواندن. هفتیو بوری جولی نتفگر و پارتین روژوای کردستانی داخواست سکرتاری گیشتی یه نتوان یک بوی بانکی مون کرد که کرد پشانده که سردخواه بهشداری جوینن ژنو سه ببه. دوی نامه دا بحث نونرتی نها یا آلین کردی دو کنگره ژنو سه دا هاتیه کرن و اف وکه کم کرنه که شمافی گلین کرد را هاتیه بناف کرن و داخواست اش بانکی مون هاتیه کرن که جاره که دن نونرتی کردان برچوان را درباز بکه جبو کشنو و بوکه هوی نونرتی کردان بدانین. دبردوامی اوی نامه دا خاص هاتیه کرن که دوز کردی جی ببه یکش بجارین سرکه ده کارمندیا دانستاندنن ژنو سه دا. هفسروکی پارتی یکتی دموکراتیک صالح مسلم جروی ترسیره آخوی او گوت دوی کرد جی بهشداری ژنو ببن آن جی اف دانستاندن ده بسر نکهون اگر هیزن السر عرده خادی باندور السر ماسه روننن ده ژنو دو دیسا دوباره ببه. مسلم بالکشان سرکومن چته یرمینا جیش الاسلامو گوت هشمندیا وان کمان و یا دایش و النصراییه که اوش هف نجدانه دیاره او دخوازن دولت که اسلامی آوا بکن. شنده اریا دیجی آوا کرنا دولت که اسلامی قبول دکه او یک علی میوا نای قبول کرن. وزیر دفاع روسیه سرگئی لاوروف سشمی دجوینه که روزنامه‌نویسی دا سرهفدیدن سوری که در روز 29 مهر بازار ژنو یه سوئیس را دست بکن آخوی و درقا تولبونا پیده دا گود اگر پیده و کردن سوری تولوی جوینه نبن اف جوین ده به انجام بمینه. و دوی کردن سوریش دانستاندن آشتی را بینه بخواندن. سرگئی لاوروف هشیاری دا که دعوت نکردن پیده و به شاشیک مزن. اون چه دکارن سری فرمین سیاسی لسوریه بپیون اگر اون پارتیا سرکی یا کردان تنه بحث بینن. کرد 15% نفوس سوریه پیکتیدن. اوی دیار کرد که روسیا کردان وک گلکی مزند بینه که به مرخواسی دژ دایش شرد کد. لاوروف هر وقت گفت اول بندینه قانونری تایبت یه نتوان یک بوی ستیفن دی میستورا ستی خالنبرگ یفین ترکیه و یه دن خواردناکه و کردان جی وقوینه دانستاندنن ژنورای. وزیر دفاع روسیه سرگئی لاوروف دیار کرد که اگر پیده تول هفدیدن سوریه نبه وی چاخی هفدیدن دی به انجام بمینن. روسیای برسی و ترکیه دا او راگیاند. ترکیه نکاره جوینه ژنو بویکوت بکه چبکی اب تول جوینه نابن. وزیر دفاع ترکیه مولود چاوشوغلو راگیاند بو اگر پیده تول جوینه ژنو ببه اب جوینه بویکوت بکن. لنبر ویه که آلیکاری وزیر دفاع روسیه میخائیل بوگدانوف دیار کرد که اف تواتای نادن دخویانین رایدارن ترک چمکی اف باور نکن ترکیه تول جوینا ژنوای ببه. لگوری آژانس روسیه سپوتنیک بوگدانوف هر و آنیزمان چاوک روسیه آمریکا و عربستان سعودی تول و جوینه نابن ترکیه جی تولی نابه چمکی تو علاقه و مجارب بین قریرات نه. اوی هر وقت دیار کرد که دستنیشان کردن دلیگاین جوینا ژنو دستی نتوان یک بوی دای نه ترکیه یان ولاتکی دن.
هفسروکی مجلس سوریه دموکراتیک هیثم منا و خاننامه نونری نتوان یک بوی سوری ستفن دمستورش بو جوین ژنو رد کرد. پشتی که اشکره بو شاند پیده و هفسروکی وی پارتی صالح مسلم بو جوین روز 29 چلی یا ژنو نهاتیه و خواندن مجلس سوریه یا دموکراتیک که قانون پار و بجداری پیده و هولبندن وی هات آوکرن جوین بویکوت کرد. نونری پارتی یکتیا دموکراتیک لفرانسا خالد ایسا هنک هزین ناف دولتی و هریمی و ده سری داجی ترکی بوی یکی تویمت بار کرن کره بر بجداربونو پیده ده کنگری ژنو سسیدا دگرن. نونری پیده لفرانسا خالد ایسا داخینی که دال سر اگر بجداربونو پیده ده کنگری ژنو سسیدا بو دیار کرنا پیش روژ سوریه راگیان که اگر پیده بجدار نبه اف پیواشوب سرناکه و ده راستیش کسته دیواره. درباره بجداربون آنجی بجدار نبون پیده ده جوینین کنگره ژنو سسیدا هفتیا بوری نوچه و آگاینج دا دهاتن بلاف کرن. ترکیه بتندی ده جویه که پیده تبل ژنو سسیدا ببه و راگیان دیه اگر پیده بجدار ببه اوی ده کنگره بویکوت بکن. هر وها دجبریا سوریه جی دجیاتیا خالی گل بجداربون پیده ژنو سسیدا راگیان دیه. عربستان سعودی و ترکیه پشتوان سرکه ین دجبریا سوریه اینه. دوی مجاری دا روسیه پشگریل بجداربون پیده کار جوین ژنو ده و هری داوی سیشم وزیر دروی روسیه سرگئی لاوروف را گیاند اگر پیده او کرد ژنو دا بجدار نابن سرکفتن او چاره سری پیدا نابه. هروا وزیر دروی فرانسا رویترز را گفته بود نونری تایبت یه نتوان یک بویل سوری ستفن دمیستورا جیرا گوتی اف پی دی بو ژنو و ناخوینه. آله کدن و همان آژانس جزاری بردف که وزارت دروا یه آلمانی را گیاندنه که آلمانی دخوازه کرچی دانستاندن آشتیا سوری دا جی بگرن. وزارت دروی آمریکا را گیاند پارتی یکتیا دموکراتیک یا رجوای کردستانی تبل جوین ژنو نابه. بردف که وزارت دروی آمریکا مارک تونر جوینه که روزنامه‌نامه‌ای دا درخ کریزا کل سر جوینا ژنو درکتیه گوت امزانن سرویه که کی تبل جوینا ژنو ببه کی تبل نبه نکو کی هنه لی بریار داوی دینونری نفتوان یک بوی یه سوری ستفن دمیستورا بده امجی پشگریاوی یکی دکن. وی رایدری آمریکا سر هلوستا ترکیه لمبر پیده جی گوت ترکیه اندامی کوم دوستین سوریه جبر ویکی جی اگر شکبر به مفداره. پشتی که در کتوله پیده جبو جوینی نهاتیه و خواندن پیده راگیاند که اف گوینادن فرمان و بریارین جوینی. هفسروکی پیده صالح مسلم جاردن راگیاند حیا نهات و خواندنک فرمی جوان را نهاتیه و هروا گف خور که اف تا آوایی بریارین که افتدا بجدار نبن به فرمی ناسناکن و وان پیک ناینن. هفسروکی کنسیری و بریا کوما جواکن کردستانی کچکی جمیل بایک دگوتور خوی روزنامه‌ین آزادی ولات و ینی özgür پولیتیکا دا نو خواندن پارتی یکتیا دموکراتیک پیده جبو جوینا ژنو سسی وک شاشیک دیروکی نرخاند. جمیل بایک دگوتور خدا دا کفشه که نو خواندن پیده دبستدم کد که سری دا کم جوین تک بچه اووا گود. درستی دا بجدار نکرنو پیده تی و تی بجیانین دا خوازی ین هفددن که هفدیدن ژنو را بسر نکون تو و تی هفدیدن بی پیده تو نبه تو کس جی وی نکون نو بندواری. جمیل بایک کسین ارگانیزه ژنو سسی دکن رخ نکر او آنی زمان دوی مجاری دا آلی ونداکری نپیده او ونداکری جی هفدیدن ژنو نه. سرکاتیا هف پیمانیا نو نتوی یا که آمریکا سرکشیاوی دکه راگیاند که هفتیا بوری هزین هف پیمانان 18 یریشن ازمانیل دجی آرمانجن جداین چکدارین دایش عراق و سوریای پیکانینه. روز سشمی 26 چلی هف پیمانیا نو نتوی دخیانی اکوشاند که روز دشمی فروکین جنگی ین هف پیمانان سه باجارین سوری یریش سه آرمانجن دولت اسلامی دایشی کرنه. هر وا دخیانی دزانین که 15 یریشدن ین هف پیمانان لشش باجارین عراقی دش آرمانجین دایشی پیکاتنه و که هف پیمانی دراگیاندن خدا دبیشه اویریش سر جبل خانا بنگین چکداران تانکر و توپین دایشاتنه انجام دان. چودری سوری رادگینه که روز سشمی 26 چلی لباجار همسه دو تقین پیکاتن دنجام دا 29 ساتن کشتن هجمار که مزن جبرین دار بون. گور آگاداریان هر دو تقین دو هف قویمینه تی زانین که تقین یکی بوتوموبیل که بومبکری و یا دویان جی کسی که خاکاش یریش کریه شکشتین حتی نا 15 کش لشکر و اندامن گریدای رژیم سوری هاتنه دست نیشان کرن و 7 ولاتین جن یک جوان خاندکار زانینگیه دیریشان دا جیان خوش دست دایه.
هفتیا بوری روزنامه تایمز راگیاند روسیا و ترکیه سر سینوری سوری هزین خواهین لشکری زده کرنه. نوچه تایمز دواد گوتن ترکیه نها سینوری خواهی نزی کریم جرابلوسی جمین و تقمانیان پاقش دکه. او یک جی دخویا کرن که ترکیه خواه جبو اپراسیونه که بجایی آمده دکه. روسیا جی خو نزدیکی کردان دکه. افسرین روسی جبو گوتو بشکرنا اپراسیونه که جرابلوسی بکن الگل بر پرسیون کرد جویا. روسیا دوست لشکرین خال بجاری قومشلو که بالا فرخانه لشکری آوا کریه بجی کرد. سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان هفتیا بوری جیگری سرک آمریکا جو بایدن را گوتیه که اف تولرانسی نادن بجی کرنا لشکرین روسی قومشلو. روزا دوشمی روسیای برسی و ترکیه دا او دیار کرد که ترکیه هزا خاص سرسینوری سوریه زده دکه. تایمز نوچه خود بالک شاندیه سروان خلان یپگی جار اول هاوینا بوری جرابلوس کربو آرمانجا خوا روسیا اجبو که یپگی هریما استراتژیک یا جرابلوسی کنترل بکه باوی که اکتیو پشکریا ویده که جرابلوس اجبو روسیای درفته که باشه که زراری بده ترکیه. دنگ و بحثن جیانی هفتیا بوری بریتانیا را گیاند اجبو که نویکتی اروپایی دا بمینه مرجی خواهیه. اوفیسا صدق وزیر بریتانیا داوید کامرون چهارشنبه داخیانیکی دا را گیاند. صدق وزیر داوید کامرون روژا اینی 29 چلی الباجاری بروکسل بسروکی کمیسیون اروپایی را جویا. الگور وی داخیانی آنبانج سرکی یا جوین نوبر داوید کامرون و سروکی کمیسیون اروپایی ده گوتو بیش کرن درباری ماین بریتانیا نویکتی اروپایی دابه. هر وقت وی جوینی دا کامرون و کلاودی ده بحث پروژه بریتانیا درباری پیکانین و ریفورمان دیکتی اروپایی دا جی بکن. یکش دا خوزین سرکی ین بریتانیا جیکتی اروپایی سینور دار کرنو هاتنا کوچبرن بو ویوالاتیه. هر وقت کامرون پیشتر را گیانده بود. اگر ام ریفورمین که بریتانیا داخواست پیکانینا وانده که شالی یکتی اروپایی وره پسند کرن او ده کمپانی که بو ماینات نو یکتی اروپایی دال بریتانیا دار بخن. 27 چلی دزگه آشتی یا نوودولتی یا گریدای پارلمانتوی اروپایی دمرسیمه که تایبت دا خلط آشتی نوودولتی پیشکشی ربری پارتی کارکرین کردستانی PKK عبدالله اوجلان کرد. دمرسیمه دا برازی اوجلان و پارلمانتور پارتی دموکراتیک یا گلان HDP دیلک اوجلان آمده بو و شونا مامی خواه خلط ورگرد. هر وقت دمرسیمه دا هفسروک HDP صلاحالدین دمیرتاش و چند برپسیاری دن ین وی پارتی و سروک پارلمانتوی اروپایی مارتین شولز و چند پارلمانتارین اروپی آمده بون. عبدالله اوجلان 17 سالانه که دگرتیگه امرالی دا گرتیه. هر وقت شهرداری هریما پالیرمو یا ایتالیا موافق ولادبون سیمبولیک دا عبدالله اوجلان. نویسکار و دیروکناسی کرد وزیر اشو روز 24 چلی سال 2016 یکمین سالوگر وفات خود شالی زده 305 کردن دیاسپوروی گورستان زلک بلژیکایی هات بیرانین. بیرانین و نویسکار ویژزان دیروکزان روزنامه‌وان ریداکتور و ورگر کرد وزیر اشو دا گلک نونر و اندامین پارتی و سازین لیچار پرچین کردستانی و دیاسپورا سوویت و اروپا بشدار بود و سرژیان کار و خبات رحمتی وزیر اشو آخوین. نوندری حکومت کردستان جیکتی اروپا دلوار اشگی نویسکاری کردی ناو و دنگ اسکری بویک سرک بروی کردیا بروکسل پروین خانم پیر خدر و ککیلاس سرناوی کاملا ازدیا یا اولدنبورگ شیخ سکو نوندری پارتیا دموکرات کردستان پدکل بلژیکا صدقی تروناشی نوندرین پارتیا دموکرات کردستان یا روشلات بلژیکا نوندری کنگرا نتوی کردستان مدنی ورحو سکرتاری پیدا کرد کاکشر آرامر سرک انستیتوت کردیل بروکسل درویش فرحو اونونر و دوستین پارتین روژاوا پارتیا دموکرات کردستان یا روژاوا یکتیا دموکرات کرد روژاوا پارتیا یکتیا کرد یا روژاوا و چپخانه آرارات نیوز مت دیپلماتیک نویسکار بیلال حسن محمد جمو و گلک روناکبرین کرد بهداری مراسم به بیرانین وزیر اشو بون. گلک سروک و نونرین پارتی و سازین شهر چارپرچین کردستانی و اروپایی جی درق سالوگر دلوانی ماموستا وزیر پیام و رزین خواشاندن. آپی وزیر اشو دمو جیان خدا هر دم وساد گود. 8 سالین دنجی بجیم از دیسا دینداری گلی خوابم. وزیر اشو نویسکار ویژزان دیروکزان روزنامه‌وان ریداکتور و ورگیری کردی بناو و دنگ روز 23 چلی سال 2015 8 سالی خدا لپایتخت بلژیکای بروکسلی چوبو سدلوانی خوا. گدارین هیجا و بو وشانا دنگ و بحث نکتیه که شهر چار پرچین کردستانی و کردن دیاسپوروی هر و نوچین نونتوی
جوره که دن هفتیاتی دی سال سروی نوینیشانی بنجامن و چین هفتیه که امی راستی هبین پیویا رفش آرامی و آشتی هر چار پرچین کردستانی دا. برنامه نوچین یا رادیوی اریاتزه با راستور کی پیشکشی وکر. حتانی شمیاتی بمینند نو خیر و خوشیه دا.